برادر و خواهر من، چه قسمی که ما توقع داریم از پروردگار خود، ما طلب میکنیم از پروردگار خود، بیای که ما هم به پروردگار خود فراتر از توقع پروردگار، از طلبی که پروردگار از بنده کرد، در حالی که نیاز نداره، در حالی که نیاز نداره پروردگار، ولیکن فراتر و بالاتر از او هم ما یک اندازه کمر همت خود را برای محبت و توجه محبت و جلب محبت پروردگار بسته بکنیم. پروردگار در سوره سجده آیه 16 می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بنده های پروردگار وقتی که دیگر بنده ها خواب میکنن، همه کس در خواب میرود، چون توقع پروردگار از ما نماز خفتن بود و پایانتر از او در وقتی که طلوع صبح صادق میشه نماز فرضی است، ولیکن تتجافى جنوبهم عن المضاجع. خیلی بنده های پروردگار هستند که وقتی که دیگر بنده ها بر خواب میرود، اینها را کنارهشان پهلویشان از بسترها بلند میشه، یعنی به این معنا فراتر از دیگران این بنده میخواد و پروردگار خود محبت داشته باشه. دوستان من ببینیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، از بسترها جدا میشن. بعضی بنده ها از بسترها وقتی که دیگران بر خواب میرود، این بنده از بستر بالا میشه، یعنی از بستر خوابش چی میکنه؟ یدعون ربهم طمعا و خوفا و طمعا، طلب میکنه، صدا میکنه پروردگارشان را به امیدی که دارن، خوفی که از پروردگاری که دارن، یعنی به این معنا ترس دارن که خدایا من نمازی که خواندم قبول شد یا نشد، پروردگارا فرضی که من ادا کردم قبول شد یا نشد. حتی عزیزان من ایمانی که ما داریم، برادری ما خواهری ما مغرور نشیم برادر و خواهرم که من ایمان دارم و پروردگار خود، حالا کلید جنت در دست ما داده شد، در روز قیامت و جنت میرم. نه عزیز من، هر شب دعا و گریه بکنم پروردگارت که پروردگارا ایمان من آیا تا لحظه مرگ ما باقی هست یا خیر؟ تا لحظه مرگ خیلی بنده ها را برادرها را ما نداشتیم، مسلمان بودن، کلمه میخواندن، آیا یهودی نشدن؟ آیا مسیحی نشدن؟ آیا نصرانی نشدن؟ آیا کتاب پروردگار را دشنام ندادن؟ برادران من و خواهران من ببینید تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقتی که از بسترها هم که بالا میشوند، یدعون ربهم خوفا و طمعا، پروردگار خود را دست بالا میکنن، خوفی که از پروردگار دارن به ارتباط بر قبولیت عبادتشان، به این معنایی که آیا عبادت من قبول شد یا نشد. همین که من سخن میگم برای شما، ما مغرور نیستم دوستان من، الله مرا مغرور نگردانه به این که سخنی که من میگویم آیا این قبول میشه و یا خیر. همین لحظه پروردگار مرا نگاه داره، دل ما هم در بین دو انگشت که بلاکه پروردگار است، یقلبها کیف یشاء، ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. عزیزان من، تمام قلبهای ما در بین دو انگشت که بلاکه پروردگار ماست، یقلبها کیف یشاء، هر طرفی که بخواد دورش میتونه. آیا کافر را مسلمان کرده نمیتونه؟ بله که میتونه. چی میدانیم که ما امروزی که ما مسلمان هستیم، الله نخواه این حالت ما را که بجای ما را قلب ما را از ایمان دور بده، یک کس کافر دیگری را بیا بجای ما در ایمان مقرر کنه و جا بجا بکنه.